علم و اقتصاد توی همدیگه گره خوردن. چیزی که توی این سالها میبینیم اینه که وقتی من یه مقاله علمی تولید میکنم، برای اینکه چاپش کنم نیاز به سرمایه بزرگ دارم. چرا؟ چون ژورنال‌های بزرگ و معتبر دنیا برای چاپ مقاله علمی من از من هزینه میگیرن و به دلار و یورو هم هزینه میگیرن. علم و ثروت در هم گره خوردن. یه مثال دیگهش کنگره هایی که این روزها برگزار میشه. هزینه برگزاری کنگره خیلی زیاده. شرکت ها وارد کار میشن، یه سر کارو که اقتصاده میخوان بگیرن و تزریق سرمایه بکنن، در عوض یه سری چیزای انتظار دارن. به مسئولین برگزاری کنگره، به دبیر علمی، به دبیر اجرایی میگن ما یه سری کارگاه میخوایم برای خودمون که خودمون سخنرانش رو تعیین بکنیم، خودمون موضوعش رو تعیین بکنیم. و این میشه گره کور بین اقتصاد و علم که تو دندون پزشکی هم این روزها تو فضای مجازی بحثش خیلی داغ شده. آقای دکتر علی کاظمیان متنی رو منتشر کرده بودن و از این مسئله گلایه کرده بودن. ولی چی کار میتونیم برای رفع این ایراد بزرگ بکنیم؟ این ایرادی که به نظر میاد جهان شموله و توی دنیا هم وجود داره. حتی برای چاپ یک مقاله علمی میلیون ها تومان باید خرج بکنیم.